الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرانم و خواهران موحدم، این قسمت 13 از صحبت ما در جواب اهل بدعت و کشف شبهات اونها در مسئله العذر بالجهل است. کسانی که جهل را در شرک اکبر و کفر اکبر عذر می دانند و مشرکین را مسلمان می شمارند و اهل سنت و اهل توحیدی که مشرکین را تکفیر می کنند اونها را متهم و تهمت به شدت و غلو و خوارجی می کنند، به خودشان شبهات دارند. البته ما به یک چند شبهات اونها که از عمده هست، از شبهات اساسی عمده اونها شما را با خبر کردیم و به شبهات اونها جواب دادیم و کشف نمودیم. اما حالا هم یک دو شبهات دیگری باقی مانده است که من البته قرار گرفتم که حتما باید این شبهات جواب داده شود، چخیلی که به شما در اولین جوابم به مبشر مسلمیار وعده داده بودم که ما در کمینگاه این اهل بدعت هستیم. ما صحبت‌های اینها را گوش میکنیم و البته مخالفت اینها که در دعوای عقیده باطلشون نسبت قرآن و سنت و اجماع سلف این امت وجود دارد بیان میکنیم و شبهات اینها را یک به یک کشف میکنیم و البته به همین وعده داده ام و به همین نقشه کشیده ام، البته که رفته ایستادم. این جواب 13 به مبشر مسلمیار، به مدخلی های تاجیک، محمد شریف و برادرش و به همه کسایی که جهل را عذر میدانند می باشد. میگوییم جهل در شرک اکبر و کفر اکبر عذر نیست. هر کسی که شرک اکبر را میکند، شرک اکبر به او واقع می شود و او اسم را میگیرد، مشرک می شود. و کسی که در حقیقت جهلش جهل معتبر شرعی هست، او اسمش کافر است، مشرک است، اما در مسئله تکفیر عقوبت یا تکفیر حکم میگن یا در تکفیر عذاب اول حجت رسانیده می شود. این مذهب اهل سنت و الجماعت است که حجت به تکرار نیست و همیشه این رو به شما بیان کردیم. اما کسایی که جهل را عذر می‌دانند به خود شبهات دارند و شبهاتی یکی از مشهور اونها این است که میگویند در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین صحابگان منافقین زندگی می‌کردند و رسول الله صلی الله علیه و سلم منافق‌ها را می‌شناختند. منافق‌ها یکی یعنی منافق اکبر که یعنی حکمش ردة و کافر است. منافق اکبر است و منافق اصغر است. پس اینها میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم منافقایی که نفاقشان اکبر بود دانستند، فهمیدند، اما این منافقها را تکفیر نکردند، در حالتی که اینها کافر بودند، نفاقشان نفاق اکبر بود. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم اینها را تکفیر نکردند. اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم منافقها را نفاقشان را که نفاق اکبر است دیده و دانسته تکفیر نکرده باشند، امروز ما هم این کسایی که شرک اکبر و کفر اکبر میکنند اینها را تکفیر کرده نمیتوانیم و حق تکفیر کردن نداریم. این شبهاتی که است شبهات عذری ها
عباره صحیح همین است که جاحظی ها گویم، شاگردان جاحظ، شاگردان ابن داود، شاگردان داود ابن جرجیس، انا همین آزری ها همین شبهه رو می آرند و سر شما بیچاره ها از برادران خواهران توحیدی را اینها با همین سخن به حیرت می اندازند، شما را به شبهه واقع می کنند و به سبب همین شبهه شما را سبحان الله به یک چند مخالفت های شرعی واقع می کنند و متحیر می سازند، یقین شما را نابود می کنند. در کافر بودن کسی که کفرش ثابت است، کفر اکبر، در مشرک بودن کسی که شرک اکبرش ثابت است، بالاخره به شبهات اینها گرفتار می شوید و شبهه می کنید. از همین جهت ما شبهه های اینها را کشف می کنیم تا که به این گفته های اینها شما اهمیت ندهید، از این جهت که شما بدونید که سخن های اینها از کدام جهت غلط است و باطل است. اولا سخن این مرجعه ها، حجت این مرجعه ها مخالفی بگویم حقیقتی فهمی درست صحیح اسلام است و مخالفی اجماع اهل سنت و جماعت و مخالفی اعتقاد سلف صالح است. برای این مسئله رو فهمیدن، خطاگی اینها در این حجتگیریشون رو فهمیدن و برای کشف کردن شبهه اینها ما باید اولا چیکار بکنیم؟ معنای نفاق رو فهمیم. نفاق چیست؟ نفاق این معروف است، شیخ ابن اثیر و دیگر از علما، دیگر همه علمای لغت میگویند، بگویم دیگر همه علمای اعتقادی در مصطلح میگویند هو اظهار الایمان و ابطان الکفر. نفاق این اظهار کردن ایمان، آشکار کردن ایمان، ظاهرا عملهای اسلامی کردن و ایمان رو آشکار میکنه، ظاهرا مسلمان، اما باطنا پنهان کردن کفر. ابن اثیر رحمه الله در شرح بگویم این النهایه مجله 5 صفحه 98 در باب نفاق میگد که وما تصرف منه اسما وفعلا وهو اسم اسلامي لم تعرف العرب بالمعنى المخصوص به وهو الذي يستر كفره ويظهر ایمانه. نفاق چیست؟ نفاق همون چیزی است که یک کسی کفرش را پنهان کند و ایمانش را ظاهر کند. این معنای شرعی هست. پس منافق کسی هست که ما میگوییم که کفرش در قلبش است، از همین جهت ظاهرش مسلمان است. تا همون زمانی که منافقی که نفاق اکبر دارد آشکار نکند فهمیده نمی شود. وقتی که منافق را فهمیده نشد به او حکم تکفیر کرده نمی شود. امروز هستند بسیارند کسانی که من و شما اونها را مسلمان می شماریم، مسلمان می دونیم، اما باطنشون شاید چی باشد؟ پر از کفر باشد، پنهان کرده باشند، خصوص در این زمان فتنه. البته بعضی ها دانسته منافق شده اند و بعضی ها ندانسته، خیلی که در منهج اهل سنت و جماعت در باب نفاق هست ما در درس ها بیان میکنیم. بعضی منافقان میدانند که کافرند و خودشون میدانند که ظاهرا اسلام را دروغ نشان داده ایستادند و خودشون میدانند که فریب داده ایستادند مسلمان ها را. اصلی بسیاری منافقان همین است که میدانند که ظاهرا اسلام را نشان داده اما باطنا کافر هستند. اما منافقای هم هستند که نمیدانند منافق بودن خود را، کافر بودن خود را، کافر شدن خود را. الله المستعان. از همین جهت صحابگان میترسیدند از نفاق و از منافقین. مثلا در جنگ تبوک یک کسی استهزا کرد و کسهای دیگر که در همینجا سکوت کردند به گفته او، به استهزای او رد نکردند، اعراض نکردند و ساکت نشستند، خاموش به این گفته ها ایستادند. اینها نفهمیدند که این کفر است و نفهمیدند که این از نفاق است. الله حکم کرد که اینها
از سبب نفاقشان ساکت ماندند. یعنی نفاق داشتند اما نمیدونستند. اعوذ بالله. ما در حقیقت به الله پناه میبریم از نفاقی که پنهان است و از تمام نمود نفاق. پس این یعنی نفاقی بود که بعضی ها میدونستند خودشون نفاق داشتنشون رو و بعضی ها نمیداشتند. و نفاق این است که نفاق اصل است و نفاق تواری است. یعنی بعضی انسان ها در اولی به اسلام در آمدن به نفاق در آمده اند، به مانند مثلا عبدالله ابن سبعی یهودی که به نقشه به اسلام در آمد، ظاهرا خودش رو مسلمان نشان میداد اما باطنا در اولی در آمدنش به خاطر ضربه زدن به اسلام در آمده بود و به خاطر فتنه و شکست دادن اسلام در آمده بود که این رو کافر میگویند. مرتد، بعضی ها مرتد و بعضی ها کفری اصلی و غیره، لیکن این نفاقش اصلی است. اما بعضی ها که در اول مسلمان بودند، مسلمانی سالم صحیح، اسلامشان صحیح بود، اما نفاق به اونها به وجود آمد. چه که بعضی از فتنه هایی که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم منافقین کردند، وقتی که قبله در دوم هجری تغییر یافت، در اول قبله به سوی بیت المقدس بود، اما قبله رو الله وقتی که تغییر داد و گفت فولی وجهک شطر المسجد الحرام، رویت رو چهرت رو به سوی مسجدی حرام مکه گردون، یعنی به خانه کعبه گردون، بعضی انسان ها مرتد شدند. این یک ابتلا به سر اونها آمد. الله سبحانه و تعالی سنجش کرد، از سنجش نگرفتن مرتد شدند. و در جنگ احد بعضی ها نفاقشون باز اوج گرفت و بعضی ها نفاق نو پیدا کردند و همچنین یعنی نفاق در بعضی حالت در بین مسلمان بودنتون می آید و در بعضی حالت در اولی مسلمان رو قبول کردن. بالاخره نفاق به نهایت خطرناک است. اما موضوع ما کجا است؟ موضوع ما اینجا است که رسول الله صلی الله علیه و سلم چرا منافقین را تکفیر نکردند؟ مختصر جواب همین است که کسی که ظاهرا خودش را مسلمان نشان میدهد اما باطنش کفر است و شرک است، ما به ظاهرش حکم میکنیم و او را مسلمان میگیم. از همین جهت هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که یعنی به واسطه وحی خبردار شده بودند. اولا رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت منافقین دو یعنی حالت داشتند. یک قسم منافقین را میدونستند، حالت دوم یک قسم دیگری منافقین را نمیدونستند. چه که الله میگه منهم من لم تعلمهم، یعنی منافقای هست که ای محمد صلی الله علیه و سلم تو نمیدونی. پیامبر صلی الله علیه و سلم اون منافقای رو که میدونستند به وحی الله میدونستند، نه به ظاهرشون، نه اینکه پیامبر به ظاهرشون، بلکه به وحی الله. الله گفت فلان 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 آدم منافق است. بارک الله فیکم. از همین جهت پیامبر میدونستند. وقتی که پیامبر از درون اینها به واسطه وحی با خبر شدند، اونها را ظاهرا تکفیر نکردند، زیرا که ظاهرا کفر شرک اونها در بین مسلمان ها نبود. اونها ظاهرا شرک اکبر نداشتند، کفر اکبر نداشتند، اما در درون دلشون که بود تکفیر رو هم ظاهر نکردند. تکفیر نه به حکم قلب انسان، نه به درون آدم حکم کرده می شود، بلکه به ظاهر آدم حکم کرده می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم این دروازه رو محکم کردند، دروازه کفتکاوی دل انسان، دروازه کفتکاوی درون انسان و دروازه حکم تکفیر کردن به خاطر درون انسان رو به تمام محکم کردند. گرچند که دانستند که فلان فلان انسان کافر است، پیامبر می دانستند که فلان فلان انسان کافر است، اما همین رو به مردم به همه خبر داده نگفتند که فلان فلان انسان کافر است. از یک چند جهت اول اینکه اینها ظاهرا کفر شرکشون نیست، جهت دوم اینکه بارک الله فیکم حکم فقط به ظاهر مونده می شود و به درون مونده نمی شود. و جهت سوم اینکه این از یک پلیتکه اسلامی بود که کسی که ظاهرا مسلمان است و امروز هم همین است، کسی که مسلمان است باطنش کفر است، علامت‌هایش رو فهمید هم اینها رو جدا نمیکنید و میگذارید همچون مسلمان حکمی تا که فتنه اینها بسیارتر نشود. پس منافقایی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، اونها آیا شرک اکبر رو کردند، سجده به غیر الله کردند، طواف به قبر کردند، الله رسول را آیا آشکار دشنام دادند؟ نه. اونهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم تکفیرشون را آشکار نکردند، همچنین کفر آشکار را هم نداشتند. اما منافقایی که بودند، این چنین منافقای دیگری بودند که تکفیر میکردند. تکفیر را پیامبر صلی الله علیه و سلم کردند،
بعضشون رو حد موندند و قتل کردند و بعضشون رو قتل نکردند. مسئله قتل این به تکفیر تعلق ندارد. بعضی حالت میشد که انسان تکفیر میکنید اما قتل نمیکنید. قتل کردن به اولا قیام حجت بعضی تعلق دارد و در بعضی حالت ها بعد از قیام حجت هم قتل نمیکنید به خاطر مصلحه و مفسده که در همون وقت وجود دارد. و در بعضی حالت علما میگن که این خاص پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. خاص پیامبر صلی الله علیه و سلم بود در همون وقت. مسئله قتل این مسئله اینقدر به موضوع ما تعلق ندارد، اما بالعموم در مسئله تکفیر منافقا که ظاهرشون مسلمان بود کفرشون در باطن بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم به همین خاطر تکفیر اونها رو ظاهر نکردند، آشکار نکردند. فقط به حذیفه بن الیمانی رضی الله عنه صاحب سر رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر دادند. تمام است. وقتی که پیامبر این خبر رو به همه انسان ها میدادند شاید یک فتنه بزرگی به وجود می آمد و او انسان ها می آمدند و می گفتند که ما یگان عملی کفری رو نکردیم، ما شرکی رو نکردیم، ما مسلمان هستیم، ما هیچ اینها رو نداریم و البته ما از درون اینها بیخبر هستیم. و پیامبر صلی الله علیه و آله به صحابگان از گفتن درون و چیزهای دیگر من کردند. مثلا دو حدیث رو من به شما میارم. حدیثی که پیامبر صلی الله حدیث ابی سعید الخدری رضی الله عنه در قصه مردی که اعتراض به قسمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله کرد در بعضی از تقسیمات مال که پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن این از ذره این خوارج میبرد. او اعتراضی که به رسول الله صلی الله علیه و آله کرد البته کفر بود و این نفاق اکبر بود. و البته بعضی از صحابه‌ای که در گرد اطراف رسول الله در همون وقت بودند تکفیر کردند و خواستند که به قتل رسانند، به مانند خالد بن الولید و غیره. اما ببینید حدیث چی است. او مرد گفت یا رسول الله اتق الله، ای رسول الله از الله ترس، اعدل فانك لا تعدل. در بعضی حالات عدل کنی پیامبر، تو عدل نمیکنی. پیامبر گفتن ویحک، وای بر تو، اگر من عدل نکنم این لم اعدل من یعدل، اگر من عدل نکنم که عدل میکنه. البته این دلالت به کفر است و همین رو هم مرجئه دلیل میارند و میگن که پیامبر انا تکفیر نکردند یا قتل نکردند. ما میگیم که پیامبر اقرار کردند در پهلوشون بوده صحابه‌ای که این انسان رو تکفیر کرد. خالد ابن الولید و در بعضی روایت‌ها عمر بن الخطاب تکفیر کردند. و تو در حدیث ابی سعید الخدری اومده است که خالد ابن الولید میگه که یا رسول الله الا اضرب عنقه، او سرش رو نمیزنم؟ قال لا لعله ان يكون يصلي، نه نزن، شاید که نماز میخواند. و خالد گفتند که و کم من مصل یقول بلسانه ما ليس في قلبه، و چقدر نمازخوانای هست که به زبانش میگه اون چیزی که در قلبش نیست. رسول الله صلی الله علیه و آله میگن که انی لم امر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم، من امر نشدم که قلب‌های انسان ها رو کفت و کوب بکنم یا که درون اونها رو شکاف بکنم و از درون اونها حقیقتشون رو بگیرم. حدیث صحیح است. امام بخاری با رقم 4351 و مسلم با رقم 1064 روایت میکنند. یعنی به خاطر این که این انسان ظاهرا یک عملی اسلام رو کرده شده است نکش میگن، تکفیر نکن نمیگن، نکش میگن. گپ درباره نکشتن رفته است و در روایت های دیگر که در مسند و سنن آمده است پیامبر میگن که لا، خالد ابن الولید میگن که نه، سرش رو نزن، نکشین انسان رو. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حتی لا یقول الناس ان محمدا یقتل اصحابه، تا که انسان ها نگویند و بالخصوص مشرکین نگویند که محمد صاحبانش رو میکشد. از همین جد علما میگن که قتل نکردن مرتدینی که پیامبر صلی الله علیه و آله بعض از مرتدین رو قتل کردند و بعض دیگر رو قتل نکرده اند، این چنین است که کسایی که شریعت رو تغییر داد یا که به حکم الله راضی نشد یا در حق الله یگان کفر و شرک رو بگویم یگان ریده رو انجام داد قتل کردند. به مانند اینکه در حالت کسی که مثلا حدیث صحیح است، یک چند حدیث رو به این دلالت میکند. زمانی که کسی در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله شده بود، مرتد شده بود، کسی که میگند یک مردی که زنی پدرش رو نکاح کرده میگیرد، این معروف است. یک مردی که زنی پدرش رو نکاح میکرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم این مرد رو به قتل میرسانند، تکفیر میکنند، به قتل میرسانند.
ریده به حکم ریده، کل عرنیین میگن علما، ریده واقع شدن عرنیین. و مردی که نکاح کرد زنی پدرش رو و ابن خپل و دیگر از واقعی که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و شده است، یعنی ریده هایی که واقع شده است، حکمش رو ماندند، تکفیر کردند و قتل کردند. اما یک عده رو صحابه ها کافرش گفتند، پیامبر اقرار کردند، اما قتلش رو اجازه ندادند. به خاطر چی اجازه ندادند؟ اولا در کدام موضوع؟ در حالت دشنام یا تحقیری که در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم یک عده از منافقین کردند، اونها رو قتل نکردند. چرا؟ عایشه رضی الله عنها میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی بودند که خیلی که روایت سه است، امام بخاری و غیره روایت میکنند. عایشه رضی الله عنها مادرمون میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی بودند که وقتی که کسی در حق الله به کفر و ردت یا به گناه یا که به یگان بی‌ادبی واقع میشد، پیامبر سخت جواب میدادند. اما کسی که در حق خودی رسول الله صلی الله علیه و سلم به بی‌ادبی واقع میشد، یگان ناحرمتی رو به جا می آورد، به مانند این که پیامبر رو مثلا دشنام داده بود یا یگان سخنهای کفری در حق پیامبر، یعنی از بی‌ادبی زده بود یا صوتش رو بلند کرد یا که عدالت کن گفت یا که ما چخیلی که عبدالله ابن ابی گفت ما در بنی مصطلق، در جنگ بنی مصطلق گفت ما بعد از این جنگ وقتی که مدینه رفتیم گفت آدم‌های لنخرجن الاعز منه الاذل، عزتمند و خور و ذلیل جدا میکنیم. یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله و صحابگان خور و ذلیل گفت، اذل گفت، کفر اکبر است. اما پیامبر صلی الله علیه و آله قتل نکردن، ریده است اما قتل نکردن. به خاطر چی؟ پیامبر به خاطر خودشون در حیاتشون از قتل کردن چی کرده بودند؟ عفو کرده بودند، قتل نمی کردند. چخیلی که الله امر کرده بود فعفو واصفحوا، یعنی عفو کن. و در جای دیگر اومده است که به صفت پیامبر که بهترین صفت بود عفو میکردند. کسایی که اینها پیامبر را دشنام میکرد حکمش رو میگرفت، عذابش در روز قیامت هست، اما پیامبر در این دنیا قتل نمیکردند. وقتی که پیامبر وفات کردند، از حق پیامبر هیچ کسی بخشیده نمیتواند. حق پیامبر رو هیچ کس حق ندارد که امروز بگوید که هر کسی پیامبر رو دشنام بکند او رو ما میبخشیم. این خیلی سخن وجود ندارد. پیامبر زنده بودند، از حقشون در حالت زندگی گذشتند، اما بعد از وفاتشون حکم الله باقی است و حکم شریعت باقی است که کسی که رسول الله را دشنام داد او قتل می شود. و البته کسای دشنام دهنده بودند که پیامبر صلی الله علیه و آله اونها را چی کردند؟ حکم به قتل کردند و صحابگان را فرستادند. چه خیلی که ما حدیث های دیگری رو گفتیم، حدیث عبدالله ابن اونیس، حدیث عمر و حدیث محمد ابن مسلمه و دیگر از صحابگانی که پیامبر خودشان فرستادند که همون مرا اذیت داد بکشید. به خاطر چی؟ اذیت دهندگان و دشنام دهندگان پیامبر صلی الله علیه و آله هم دو نمود بودند. یک نمود دشنام میدادند، اذیت میدادند و در همون دشنام و اذیتشون می ایستادند ثابت که پیامبر اونها را به قتل رسانیدند. اینها عادتا مشرکین بودند، اما دشنامی و تحقیری منافقین که نسبت رسول الله شده است در بین آدم ها میشد، اما وقتی که پیامبر اونها رو به محاکمه دعوت میکردن، منافقین قسم میخوردن که نگفتیم و صحابه هایی که خبر میآوردن اونها رو دروغگو میکردن. مثلا عبدالله ابن ابی وقتی که آیت نازل شد، پیش از آیت نازل شدن وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را گفت، یعنی طعنه زد به این معنا که در بنی مصطلق، در جنگ بنی مصطلق وقتی که به مدینه رفتیم آدم‌های عزیز رو گویا که منافقا رو عزیز گفت، آدم‌های خور رو پیامبر صلی الله علیه و سلم رو دشنام داد، کفر اکبر است. زید آمدند به رسول الله گفتند عبدالله ابن ابی همین سخن رو میگه. عبدالله ابن ابی رو پسر عبدالله ابن عمیر، عبدالله ابن ابی رو پسرشون، پسر این منافق، پسر عبدالله ابن ابی. ابن ابی خودش چی است؟ منافق است، رأس منافقین است. پسرشون به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم می آید و این صحابه رضی الله عنه می گوید که ای رسول الله، پدری من انا میخیل صحبت ها کرده است و من میخوام که به من اجازت بدی که این کافر رو سرش رو بزنم. یعنی پدرش رو کافر گفته شده است، عبدالله ابن ابی رو. پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفتن که کافر نگو، پیامبر اقرار کردن کافر بودنش رو، اما گفتن که نه. پسری عبدالله ابن ابی گفت به پیامبر صلی الله علیه و سلم که من نمیخوام که یک کسی پدری مرا بکشد و من او را به چشمم نگاه بکنم و شاید من او را
به یگان وسوسه بکشم، پدرم رو کشت گفته بکشم و به گناه بروم و به جهنم دارم. از همین جهت این پدری من که کافر شد به من اجازه بده که خودم بکشم. پیامبر صلی الله علیه و آله اجازه ندادند. اقرار کردند که این کافر است اما اجازه کشتن ندادند. بارک الله فیکم. یعنی مسئله تفصیلات علمی دارد. بارک الله فیکم. پس ببینید بعد از این زید که آمدند و به پیامبر گفتند که این دشنام میدهد، همین خیلی سخن کرد که کفر است. عبدالله ابن ابی آمد به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، رأس منافقین، قسم خورد که من دشنام نکردم، من این سخن رو نگفتم و زید رو دروغگو کرد. زید میگوید که من در درون خانه‌ام نشستم، بیرون نمی برآمدم، یعنی به نماز می رفتم می اومدم می نشستم تا همون زمانی که آیت نازل شد که انا همین لنخرجن الاعز منه الاذل. سخن عبدالله ابن ابی گفته اش نفاقش و کفرش تصدیق شد. بارک الله فیک. مسئله چیست؟ مسئله در مسئله فقط دشنام کفری، دشنام رسول الله صلی الله علیه و آله از جانب منافقین می رود. بسیار کفری آشکاری که از جانب منافقین به وقوع پیوسته است و پیامبر صلی الله علیه و آله اونها رو قتل نکرده اند، کفر بودنشون رو اقرار کردند. صحابه وقتی که تکفیر کردند اقرار کردند اما قتل نکرده اند. این در حالتی بوده که منافقا خودشون با انکار میکردند یا که منافقا خطا کرده میگفتند، یک باره بخشش میپرسیدند، همچنین میشد، نفهمیده میگفتند. پیامبر صلی الله علیه و سلم که اصلی صفتشون عفو بود و در حالت زندگیشون از حقشون میگذاشتند، اما کسایی که دشنام رو میکرد و ثابت در دشنام میستاد، پیامبر مخصوص آدم‌ها رو میفرستادند که قتل بکنید. این دوم است. و کسایی که بریده و شرک و به حلال کردن حرام واقع میشدند و اطاعت نمیکردند قتل میکردند. مثلا ببینید یک نفر خیلی که مثال آوردیم، پیامبر صلی الله علیه و آله حکم کردند یک نفری که زنی پدرش را نکوکر کردند، یا که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که یک انسان به حکم پیامبر صلی الله علیه و آله کرده راضی نشد و به نزد عمر رفت و گفت که این اختلاف ما رو حکم بکن، عمر رضی الله عنه شمشیر رو گرفتن سرش رو زدند کشتند. گفتند به نزد رسول الله رفتی، حکمت رو کرد، باز به نزد من آوردی، تو کافر هستی. پیامبر صلی الله علیه و آله اقرار کردند. یعنی ببینید تو به نزد رسول الله یک کسی اومده اجازت نگرفته، اگر تحقیر کننده پیامبر رو، دشنام دهنده پیامبر رو، یک کفر اکبر کرده رو بکشد، پیامبر هیچ چیزی نمیگفتند. اما اگر از پیامبر اجازت بپرسد اجازت نمیدادند. با مانند اینکه یک مرد نابینای زنش رو، بنت مروان بود والله علم، زنش رو به قتل میرساند، زن خودش رو به قتل میرساند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پیامبر رو دشنام میدهد. شاید از پیامبر اومده میپرسید که پیامبر به من اجازت بدید که همین سرش زنم زنم شما رو دشنام میدهد، شاید پیامبر صلی الله علیه و آله اجازت نمیدادند، چخیلی که به خالد ابن الولید اجازت ندادند. اما از پیامبر اجازت نگرفته چندین بار به زنش میگه که پیامبر رو تحقیر نکن، دشنام نده. وقتی که دشنام میدهد، این حدیث نابینا معروف است در این مسئله دشنام. پیامبر صلی الله علیه و سلم رو دشنام میدهد، تکرار میکند، در شب خوابش به قتل میرساند زنش رو. و بعد از این به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر میدهد که من کسی که کفر رو کرد، یعنی کافر شد، زنم قتلش کردن، تو رو دشنام داد. پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی او رو یگان زجر نمیکنن، خطا کرد نمیگن. برعکس کسایی که دشنام دهنده پیامبر رو از نفاق دشنام داده باشد، نفاق منافقین رو در این حالت رو به قتل میرسونید، پیامبر صلی الله علیه و سلم برعکس اونها رو خوب کردی میگفتند. اما وقتی که خودی پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازت میخواست میشدند، پیامبر اجازت نمیدادند. به مانند حدیث حاتب ابن ابو بلتع. حالا که حاتب ابن ابو بلتع کسی که سر پیامبر رو به قریشی ها نوشتند، عملشون کفر است و اما کفر اکبر شدن نشدند. علما میگن که این عملی حاتب ابن ابی بلتعه به قاعده عمومی شریعت نظر کرد، کفر اکبر نبود. در حالت همین هم بعضی از صحابه این عمل رو کفر اکبر گفتند. به مانند عمر ابن خطاب در نزد رسول الله حاتب ابن ابی بلتعه رو تکفیر کردند، کافر شد، گفتند سرش رو بزنن. پیامبر گفتند که نه، نگفتند که عمر کافر نگو، اقرار کردند اما نه سرش رو نظر گفتند.
به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این در جنگ بدر اشتراک کرده است گفتند. و بعد از این در بسیار جاها گفتند که من نمیخواهم که مشرکین بگوید که محمد صلی الله علیه و سلم سری صحابگانش رو دوستانش رو میزند. بالعموم با آوردن این مسائل و تفصیلات و تفریقات ما حالت منافقانی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بودیم فهمیدیم و بالاخره میگوییم منافقا که ظاهرشان اسلام بود و باطناً کفر داشتند از همین جهت تکفیر نشدند. منافقایی که در زمان رسول الله بودند اینها را آوردن به یک مشرک ظاهر قیاس کردن، به یک مرتد ظاهر قیاس کردن، این عین جهالت و گمراهی و بدبختی است و این دور بودن از منهج سلف صالح است. زیرا که منافقین در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم حلال را آشکار حرام نگفتند، حرام را آشکار حلال هم نگفتند و این چنین آشکار سجده به قبر و طواف و نذر و سجده نکردند و این چنین دیگر از شرک اکبر و کفر اکبر را انجام ندادند. اگرچه کفر اکبری که دشنام دادن رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد یا که تحقیر رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد، منافقا اقرار نمی کردند و شاهدها را دروغگو می کردند. اگر آیت نازل شود مسئله دیگر می شد و اگر آیت نازل نشود مسئله دیگر می شد. تکفیر می شد، تکفیر بود، اما قتل نمی کردند، فقط قتل نمی کردند. بارک الله فیکم. به مانند استهزا شده ها رو الله تکفیر کرد، به مانند عبدالله ابن ابی رو تکفیر است. اما در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم اینها رو همچون اینها رو کافر گویند هم، کافر اعتقاد کنند هم، اما اینها رو چی میگفتند؟ الله تکفیر کرد. لا تقم فیه ولا تصلی علیهم، و بینها نماز نخون. الله میگفت جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم گفته بود. یعنی مرحله داشت. چلی علما میگن حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم هم نسبت منافقان مرحله داشت. بالاخره پیامبر از حق خود در حیاتشون در قتل کردن، یعنی به خاطر دفاع خودشون که بعضی ها دشنام ندادن به خبر گفته میگفت عذرشون قبول میکردن. این از مهربانی پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. اما تکفیر بود. یعنی این رو ما باید خوب بدونیم. اما اگر منافقا آشکار میخست و حلال رو حرام، حرام رو حلال، سجده به غیر الله و دیگر عملها رو میکرد، البته که آشکار تکفیر میکردن و آشکار قتل میکردن بریده. از همین جهت ابن حزم ظاهری و محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله میگن، ابن حزم ظاهری در کتاب محلا در باب حکم انکار حکم من ینکر حکم الرده میگن، حکم کسی که حکم رده رو و حکم قائم کردن حد رده رو انکار میکند. یعنی کسی بگوید که حکم رده وجود ندارد، یا کسی بگوید که پیامبر صلی الله علیه و سلم مرتدها رو حد نگذاشتند، پیامبر مرتدها رو دیدند و دانستند و اونها رو قتل نکردند، اونها رو تکفیر نکردند، بگوید حکمش چیست؟ ابن حزم ظاهری میگن که این مرتد است. هر کسی که بگوید که پیامبر صلی الله علیه و سلم کافرها رو دیدند، فهمیدند، دانستند، همه شروط تکفیر، موانع تکفیرش بود، به این معنا که ظاهرا دیدند، باطنا نه، ظاهرا هم دیدند، همه فهمید، اما بعد از این با حکم رده رو به بالش تطبیق نکردن میگوید این طعنه به پیامبر صلی الله علیه و سلم است، این مرتد است میگوید. سبحان الله. این سخنی بینوها شدید است. این سخنی بینوها شدید است و محمد ابن عبدالوهاب را اگر نظر کنید همین کتاب را عیناً میگویند. من حالا به شما شاید همین عباره های علما رو خونم و به شما بگویم. مثلا نظر بکنید با سخن ابن حزم، قال قوم ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قد عرف المنافقین وعرف انهم مرتدون كفروا بعد اسلامهم قالوا فسح الا قتل على مرتد ولو كان عليه قتل لأنقذ ذلك الرسول على المنافقين المرتدين ونحن ذاكرون كل آية تعلق بها المرتد على الرسول. عرف المنافقين بأعينهم ومن أنهم قسمان، قسم لم يعرفهم قط عليهم السلام وقسم افتده فعرفهم فلاذوا بالتوبة. یعنی ما به این آدم هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم رو در حقشون میگوید که منافقان رو دانستند و فهمیدند که اونها مرتدند و کافر بودن اونها رو فهمیدند و بعد از این پیامبر صلی الله علیه و سلم اینها رو به قتل نرسوندند و غیره و غیره، میگن میگویم که منافقا در زمان پیامبر به دو قسم تقسیم شدند. قسمی بودند که
لم يعرفهم قط صلی الله علیه و سلم. پیامبر اصلا نمیدونستن منافقای، یک قسمی از منافقا بودن که اصلا هیچ کسی نمیدونست، فقط الله میدونست. خیلی که الله خودش در قرآن گفت. و قسمی بودن که افتضحوا، اشکار شده بودند، شرمنده شده بودند، اونها منافقشون فهمیده شد، فعرفهم، شناخته بودند پیامبر صلی الله علیه و سلم این منافقا را. فلذوا بالتوبه، اما این منافقا یک بار اومده توبه میکردن، ای پیامبر ما رو ببخشید ما نفهمیدیم، یا کسایی اوورش ما به گفتگی دروغ هستم چی میفتن. ولم يعرفهم انهم كاذبون او صادقون في توبتهم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در بعض حالات ها نمیفهمیدن که اینها صادق هستند در توبهشون یا کاذب هستند، تا اینکه آیات نازل نشد. بسیاری منافقا به پیامبر صلی الله علیه و سلم اومده توبه کردن میگفتند، اما پیامبر که دورین اینها رو نمیدونستند، نمیفهمیدن که این دروغ است یا راست است. چه که حدیثی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم خودشون میگن، امام بخاری و غیره روایت میکنن که من میگن انا بشر مثلکم، مثل شما بشر هستم، کسی که به من سخن کند به سخنش دیده کار میکنم. پیامبر ظاهر رو دیده کار میکردن، در همه مسئله وحی که نازل نمیشد. فاذا بين هذا بطل قول من اتج بامر المنافقين في انه لا قتل على المرتد. و کسی که این مسئله رو فهمید میفهمد که کسایی که در مسئله قتل مرتد یا که تکفیر مرتد شبهه دارند، این شبههشون یک شبهه نوچیز است. بارک الله فیکم. پس ابن حزم در کتاب محلا، در کتاب الرده فی من جو النبی صلی الله علیه و و قال له اتق الله وعدل، یعنی در قسمتی همون آدمی که پیامبر را گفت که از الله بترس و عدل کن، گفتن که یعنی در این حالت پیامبر صلی الله علیه و سلم را الله اجازه نداد که قتل بکنه. و همچنین است. و اشکار سخن ابن حزم رو ذکر میکنیم که میگن و من ظن ان الرسول صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم لا يقتل من وجب عليه القتل من اصحابه فقد كفر وحل دمه و ماله. یعنی هر کسی که گمان بکند که رسول الله صلی الله علیه و سلم قتل نکردند، کسی که قتل کردنش واجب شده بود، کفرش آشکار شده بود و مرتد شده بود و قتل کردنش واجب بود، قتل نکردن این چی میشد؟ خودش کفر است. اما این منافقایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم تکفیر کردند و قتل نکردند، شاهد نبود یا که اونها اقرار نکرد، و البته قتل کردن به شهادت و به دیگر احکام شرعی تعلق دارد. انا از همین جهت است که مثال آوردن منافقها در این مسئله درست نیست. و حدیثی اسامه بن زید هم معروف است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند افلا شققت عن قلبه حتى تعلم اقالها ام لا، یعنی آیا قلبی نتوک شده دیدی؟ یعنی معنای گپ این است که کسی که ظاهرا خودش مسلمان گفت اون مسلمان میگید، شاید به باطنش کافر باشد اما باطنی نموک شده دیده نمیتونه. از همین جهت بارک الله فیکم، این مرجعه ها وقتی که این شبهه رو میارند شما بدونید که خطا کردند، این دلالت به جهل اونها میکند. کافری کفرش ظاهر و مشرکی شرکش ظاهر و مرتد که ردهش ظاهر است، به منافقی که کفرش بگویم و ردهش در درون قلبش است و ظاهر نیست قیاس کردن، این قیاسی فاسد است، این قیاسی باطل است. این از منهجی انا همین مرجعه غلط است، دیگر از منهجی کسی نیست. بارک الله فیکم. با همین این حلقه رو به پایان میرسونیم. و شبهه دوم اینها یک شبهه دیگر است، لیکن من فکر میکنم یک حلقه دیگر میکنیم، دیگر صحبت طولانی شد. حلقه دیگر این یک شبهه دیگر این است که اینها میگن که اگر ما مشرک‌ها رو تکفیر کنیم پس بسیار آدم رو ما باید تکفیر بکنیم، آدم‌های کم میمونند، آدم‌های بسیار رو تکفیر کردن نمیشود. و این یک شبهه دیگر اینها است، به همین خاطر مشرک‌ها رو تکفیر نمیکنند. ان شاء الله در حلقه آینده، در صحبت آینده این شبهه اینها رو بکش میکنیم. بارک الله فیکم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.